با سلام و خسته نباشید. با سری دوم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که در سری اول مشاهده کردید، ما با آموزش الفبا شروع کردیم و با کلمات ساده ادامه دادیم. در این سری کلماتی که در جلسات قبل به شما درس دادم رو با حروف لاتین به شما میگم و شما باید دیکته اونها رو تمرین کنید و در پایان هر جلسه کلمات رو با الفبای فارسی با هم تمرین میکنید. خب واژه‌هایی که در جلسه اول با هم تمرین کردیم واژه‌های بابا، واژه‌های ادب، این حرف رو از این به بعد برای ا در نظر میگیریم و در نظر داشته باشید که در فارسی این حرف رو برای این سری از ویدیوها حرف آ در نظر میگیریم. اگر خاطرتون باشه واژه بابا، ادب، بادام، واژه باد، و واژه بام و در نهایت واژه دام. خب فکر کنید و ببینید آیا میتونید این واژه ها رو با حروف الفبای فارسی بنویسید؟ الان میخوام این واژه ها رو با حروف الفبای فارسی بنویسم. میتونید موقعی که این ویدیو رو نگاه میکنید از اینجا قطع کنید و این واژه ها رو به فارسی بنویسید، اما بعد از اون میتونید ادامه بدید و نمونه فارسیش رو ببینید. پس من شروع میکنم. بابا، به دست من دقت کنید. با ادب، بادام، باد، بام، دام. خب میتونید واژه‌های دیگه همینطوری بسازید. خسته نباشید.